علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در رابطه با سوال کردید که اولین چیزی که الله عزوجل خلق کرده است این عرش است یا اینکه قلم. بارک الله فیکم. البته در این مسئله بین از اهل علم اختلاف است و اختلافشون به خاطر است که چون که در احادیثی که در این مسئله آمده است، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اول ما خلق الله تعالی القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. اولین چیزی که الله خلق کرد این قلم است. براش گفت که بنویس. گفت یا رب من چه چیز من بنویسم؟ گفت که تقدیرهای تمام چیز را بنویس تا بر پشت قیامت تقدیرهای تمام چیز را تقدیرهاش بنویس. در دیگر روایت میگه این اول ما خلق الله تعالی القلم و در دیگر روایت میاد به دیگر لفظ که لما خلق الله تعالی القلم. خلاصه قول صحیح و صواب و نزد محققین از اهل علم قول راجح است که عرش مخلوقی است که قبل از قلم خلق شده است. عرش بزرگترین مخلوق الله عز و جل است که قبل از قلم خلق شده است. به دلیل گفته الله عز و جل که در سوره یونس آیه 3 می‌فرماید که وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. و جمع بین احادیثی که در رابطه با حدیثی که در مورد قلم آمده است این است که در اونجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لما خلق الله تعالی القلم لما خلق الله تعالی القلم فقال اكتب. لما به معنای ظرفیت است، یعنی عندما خلق الله تعالی القلم، هنگامی که الله عز و جل خلق قلم را اولین دستوری که براش داد همین بود که تقدیرهای تمام چیز را بنویسه. و این در لغت عرب کلام عرب از این قبیل کلام و صحبت ها هست. مثل که نفر برات میگه که اول ما تقدموا الى المدینه النبویه ابدا بالصلاه. اولین وقتی که به مدینه نبوی وقتی که میروی شروع بکن به نماز خواندن در مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و در به معنای عندما یا که اول به معنای ظرفیت است. و پس خلاصه این که حدیثی که در این مسئله اومده هستند حدیثی که اول ما خلق الله تعالی القلم، اولین چیزی که الله خلق قلم را براش گفت که بنویس، اینها این گونه حمل میشوند که یعنی عندما خلقه او حینما خلقه، وقتی که الله عزوجل خلق کرد، وقتی که زمانی که وقتی که الله عزوجل خلق کرد قلم را، هنگامی که الله عزوجل خلق کرد قلم را و براش گفت که بنویس تقدیرهای تمام چیز را. و به این شکل جمع بین این احادیث ها ان شاء الله که این اشکال برطرف می شود و از بین می رود. و دیگر اختلافی که در بین این است که آیا عرش اولا خلق شده است یا اینکه آب، چون که آیه قرآن است که و کان عرش علی الماء و عرش الله عزوجل بر بالای آب بوده. پس اینجا آیا عرش قبل از آب خلق شده است یا اینکه آب قبل از عرش خلق شده است؟ در این مثلا بین از اهل علم اختلاف است و بعض از اهل علم بین نظر هستند که آب قبل از عرش خلق شده است، به خاطری که در اینجا الله فرمود که و کان عرش علی الماء و عرشش بر آب بوده. پس از این حمل میشه که اولا الله آب را خلق کرد و عرش بالای آب قرار داده. الله تعالی اعلم. بعض از اهل علم بین نظر است، اما بعض از اهل علم بین نظر هستند که عرش قبل از آب خلق شده است. عرش قبل از آب خلق شده است، از جمله ابن تیمیه رحمه الله و بعض از اهل علم بین نظر هستند. البته قول راجح در این مسئله کدام است الله تعالی اعلم و این مسئله غیبیات است و ایرا به الله عز و جل اگر ما شما بگذاریم این اولا و بهتر است. بارک الله فیکم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه.